شما بذارید خودش صحبت کنه، خودشون صحبت کنه. شما نظرتون چیه؟ موقعی دولت هم نمیتونم کارامو ول کنم بیام دنبال ایشون. طلاقم بده رو ایشون طلاق. من طلاق. برای اساس نامه‌ای که من در پرونده گذاشتم، تحاشایی که به من کرده، بی‌حرمتی‌هایی که به من کرده و صحبت‌های آقای قاضی ورزی جنسی داره. من از بعد از تحصیل من این مشکل رو پی بردم و به جهت حسابی رو پدرم هم نوح اصل رفتم اشک میریختم در مشهد. من هر جا رفتم اشک میریختم. این آقا ناراحتی جنسی داره. شما ناراحتی جنسی داری یا نداری؟ من این رو نمیشه بگم. ما هم بستری نداشتیم، ما شب عروسی نداشتیم. من هم بستری هر وقت بودم من طرف ایشون رفتم. درست نیست گفتن این حرف توی یه همچه جمعی که همه هستن حضور دارم، ولی حالا میگم حالا اجازه بدین این انجام بشه. جنسی داره یا نداره؟ دکتر تشخیص میده. شده بیننده عزیزی اشاره کردن به فکر میکنم منظورشون ازدواج به اصطلاح پیامبر با دختران کم سن و شاید ائمه و مقامات دینی به اصطلاح. ازدواج‌های پیامبر در دوران کهولت در مدینه بوده، یعنی دورانی که تمام این غرایزی که همه تصور میکنن جنبه‌های سکس داشته همه اینا تعطیل شده بوده و هر کدوم دلایل به تناسب جامعه قبیلگی اون دوران، منطق اجتماعی اون دوران داشته. فقط یک نفر در واقع عایشه بوده که سنش کم بوده، سن 9 سال میگن که شیخ احمد المبعی کارشناس و مجری قرارداد نکاح در عربستان سعودی درباره ازدواج با خردسالان توضیح می‌دهد. در این مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما مدل و راهنماست. رسول الله عایشه ام المؤمنین را در 6 سالگی قرارداد بستند و در 9 سالگی داخل ایشان شدند.